السلام علیکم ای مجاهدین شبکه وصال حق و ای مدافعان ناموس و یاران محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. امیدوارم سالم و شاداب باشید. مدت زیادی است که بیننده شبکه وصال حق و دیگر شبکه‌های توحیدی هستم. واقعا پرده از روی حق و باطل کشیده اید که مردم چشم باز کردند و حق را از باطل تشخیص میدند. و همینطور عرض سلام دارم خدمت بینندگان خیرمند و هوشیار. بله برادران و خواهران مسلمان من، میدونم چقدر دلتون مثل من خون است از این آخوندهای رافضی بیدین و بیغیرت. واقعا اینا شرم و حیا ندارند. اینا نه تنها به مادر ما مسلمانان حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها که جانم فدای شود و یاران با وفای آن حضرت صلی الله علیه وسلم تهمت میزنند، بلکه به خود پیامبر صلی الله علیه وسلم و الله جل جلاله دروغ میبندند و به الله جل جلاله شرک می‌ورزند. برادران و خواهران مسلمان، از ته دل دعا کنید که الله جل جلاله شر اینها رو از سر ما کم کنه، که واقعا امروز اسلام و مسلمانان از شر اینها در امان نیستند. و ای برادران شیعه من، یک کمی اندیشه کنید. آیا این رایی که این آخونده در پیش گرفتند واقعا حق است؟ بس کنید. تاکه شرک، تاکه بدعت، تاکه توهین به ناموس و یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم عقلایتون رو دست این آخونده ندید. اگر شما فکر میکنید که اینها با اهل بیت محبت دارند، سخت در اشتباهید. اینا به خود حضرت علی رضی الله عنه و از فاطمه رضی الله عنها که جانم فدایشون تهمت میزنند. میدونم باورش براتون سخته. بیننده شبکه توحیدی باشید، به شما ثابت خواهد شد. واقعا حضرت علی رضی الله عنه اگر در این دنیا می بود گردن اینها رو میزد. آیا حضرت علی رضی الله عنه راضی می شود که ایشون رو به حد خدایی برسونند؟ قطعا راضی نمی شود، چون دعوت خود ایشان یک تاپرستی بوده. قطعا این الهه یهود است که در اسلام پیاده کردند تا اسلام را به گمراهی بکشند. وقت شما رو زیاد نمیگیرم. وصیت منم این است که یک تاپرست باشید و با دوستان خدا دشمنی نکنید و به قرآن و سنت چنگ بزنید تا هدایت شوید. اگر واقعا با اهل بیت محبت دارید، همون کاری رو که اون بزرگواران کردن بکنید. از تمام مسلمانان موحد التماس دعا دارم. عبدالله محمدانی از شهرستان میرجاوه در ایران. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از این برادر عزیز و گرامی.